نداره. برنج آب و آتش. این اگر این برنج اگر آب نکشه از این زیر این خشک باشه ترک کنه برنج بیجان در میاد. اون هر چقدر زحمت بکشه آقای نمیجاد اون درصد خوبی نمیده. دوستان عزیز سلام، با ما در مزه برنج بسیار عالی آماده برداشتیم و بشیم همین کشاورز نمونه رو صحبت بکنیم و یک دو بپرسیم که خوب برنجه خیلی کو کارخونه فانی که اینو به عمل بری کو کارخونه خیلی باری چه خیلی بکنید زحمتی که من کشیدم اینجا این برنجی که شما تعریف میکنین حالا کشاورز هستین یا نیستی من نمیدونم. من میبینم کارخونه چرا اسم میبرم آقای نعیمی‌نژاد نوده درسته نوده کارخونه آقای نعیمی‌نژاد چرا کارش درسته باری کم میگیره برای کشاورز خدای ما پارسال 60% این سال 70% من انتظار دارم. آقای نعیمی‌نژاد شما تشریف بیارید. آقا اما امسال در کنار آقای نعیمی‌نژاد بعد با پذیرش دوستان از بیرون، چون پارسال اما واقعا کشاورزان راضی بود، امسال پذیرش بیشتر انجام بدهیم. درسته آقا؟ بله درسته. تولیدی از بیرون هم تشریف بیارید چی برنجو رو تقدیم بکنید و هیچ تعبیر بگیرید درجه یک. درسته آقای نعیمی‌نژاد؟ مایی میذاره کارخونه اخشم مایینا برای کشاورز چرا مایینا کارخونه باید تعمیر بی عوض بی قطعات فلان همه اینا دست به دست هم بدن که یه برنج سالم درجه یک در بیاد خصاصت بکنه عوض میکنه در دستگاه یک سال در کار میکنه کلی شالی در تبدیل میکنه ما تو فارسی گفتم در تبدیل میکنه باعث چیکار کنه دم دستگاه سرویس بکنه نه با همون با ممنا سال پیش ادامه قربونت برم. من کارخونه آقای نعیمی‌نژاد نمیگه با شمال من 10 تا کارخونه دیگه بردم 65 سال سند ولی این کارخونه از دستگاه از نظر مدیریت دستگاه تو بهترین دستگاهی داشته باش مدیریت باید خوب باشه نحوه خوش کردن تجربه داره سالیان سال 30 سال کارخونه داره دیگه 30 سال کارخونه داره ولی خودش من میبینم اونجا میره کارگر قبول نداره خودش نظارت میکنه خوش کردن نداره میگم گنجایش هم بیشتر دادیم برنج بیشتر تحویل اینی که برنج خود من پارسال 60 بار گرفتم بارندگی بود بارندگی هم موزه ولی این سال مثلا برنج من دیگه حرف نداره شما میبینید همه مساوی میرسون بالا برنج شما پایین بالا هم نیست کوتاه بلند هم نیست برنج همه همشهریان ان شاء الله اینه در اون موقع من برکت برای همه کشاورزان شما تشریف بیارین موقع تبدیل کردن بعد ببینید حرف من امروز که اینجا زدم جور در میاد سازگاری داره یا نه یا نه دارم خالی میبندم مطمئن همین آقا واقعی دارم میگم مطمئن دست شما در